سلام و درود به پایان نصاری یکویک شما زبان آموزان ارجمند. درس یکم است از کتاب نیو گرامر تایم تو. خب کسانی که درس های ما رو پیگیری دارن الکی درک کردن که یعنی این کتاب دوم است. یعنی کتاب یکم رو ما تمام کردیم و اکنون میگذاریم به کتاب دوم یعنی نیو گرامر تایم تو. یعنی اینها 5 کتاب هستند. الحال ما یک کتابش رو تمام کردیم و دیگر میرویم به سراغ قسمت یکم یا که اون یونیت 1 یعنی قسمت یکم. موضوع درس امروزه درباره ارتیکل نامعینی A و N و plural nouns شاید که در درس آینده بیاید. خب امروزش A و N. رسمی یک را اگر نگاه کنیم دقت دهیم، خب در اینجا میگوید Hello children, look at Brain's paintings. میگوید سلام بچه ها، با رسم های کشیده Brain نظر کنید، نگاه کنید. یعنی paint رسم رنگوار کردن می شود، اما paintings یعنی رسم صورت ها، رسم ها. یعنی صورت و رسم های هست که یعنی با دست کشیده شدن، یعنی صورت های مثلا صورتگیرک نیستن میگیم ده، با دست کشیده شده است. خب در این رسم دوم میگوید Are they red peppers? Are they red peppers? یعنی اینها، آیا اینها زنجبیل سرخ هستند، قرنفل سرخ هستند؟ و ده باشد میگه Are strawberries، یعنی که کلفینای هستند یا کلوبنیک هستند. خب در جواب زوی میگه They are tomatoes. They are tomatoes. They are tomatoes. خیلی یعنی اونها پامیدور هستند مثلا. خب در رسم سیوم میگه a green basketball. A green basketball میگه یعنی توپی بسکتبال بازی سبز. یعنی و زوی باز میگردد میگه که no a green pepper یعنی قلنفوری سبز، زنجبیلی سبز است. It's an awful paintings. یعنی در اینجا اول این شخص میگه it's زوی یعنی وای زوی هست و در جواب زوی میگه که it's an awful painting یعنی این رسمی خیلی وحشت آور است، وحشت انگیز است، ترسناک است مثلا. خب در رسم پنجم میگه is it an iguana یعنی آیا این سوسمار است، یعنی ایگوانا یعنی سوسمار است. در جواب زوی میگه oh no it's corky. نه یعنی وای کورکی است. خب در اینجا کورکی دیگر روش پشانده است بگیم. خب کورکی stop it یعنی کورکی بیست مثلا این خیلی نکن. و زوی باشد brain isn't a good artist یعنی brain صنعتکاری خوب است، یعنی artist صنعتکار می شود. خب در اینجا رسام بگیمش مثلا رسامی خوب است، یعنی brain رسامی معذرت دوستان brain isn't a good artist یعنی brain رسامی خوب نیست. خب در اینجا regular plurals یعنی regular plurals گفته جمع‌های اسم‌ها، جمع‌های معمولی. در بالا گفتیم plural nouns درس آینده شاید که در همین درس آمده است. خب regular plurals یعنی جمع‌های معمولی و
و در اینجا باشد کلمه ها رو آورده است و در اینجا شکل های جمع رو، مثلا یعنی سینگولار تنها می شود شکل تنهای کلمه، پلورال شکل جمع کلمه. و most nouns یعنی منظور از most nouns یعنی بسیاری اسم ها یعنی همین خیل جمع می شوند. مثلا پیپر قلمفور، پیپرز یعنی قلمفور ها. بس خب اینجا نادرست است، در اینجا باید که ایگوانا باید باشد، در جای بس ایگوانا، شاید خطای تکنیکی شده است. خب ایگوانا است. و nouns ending in s, ss, sh, ch, x, o یعنی میگه اسم هایی که با s و دو تا s و sh, ch, x, o انجام میابند این خیل جمع کرده میشوند. یعنی مثلا کلمه بس جمعش buses، کلمه glass جمعش glasses، کلمه tomato جمعش tomatoes. خب but لیکن میگوید، لیکن اما یعنی photos. خب در اینجا برای چی but آورد؟ برای که در قاعده فوتو در قاعده بولوگی میدارد، یعنی او در قاعده بولوگی، اما در اینجا علاهیده شد، یعنی به این قاعده ربطی ندارد مقصدش. photos. nouns ending in vowel plus y میگوید اسم هایی که با صدانک آغاز می‌یابند و در آخرش حرفی y است، یعنی اس میگیرند، مثل toy toys. خب nouns ending in consonant plus y اسم هایی که با همصدا خاتمه می‌یابند و در آخرش y است، مثل کلمه strawberry strawberries، قلفینای ها یا کلوبنیک ها مثلا. خب در اینجا توتی مثل هر وقت میگه we use a before words beginning with a consonant, a friend, a verb. میگه یعنی ما استفاده میبریم پیش از کلمه هایی که آغاز مییابند با همصدا، یعنی مقصد کلمه هایی که با همصدا آغاز مییابند ما ارتیکلی نامعینی a رو استفاده میکنیم، مثل a friend دوست، a brand a bird یعنی پرنده. We use an before words beginning with a vowel. میگن ما استفاده میکنیم n را، خب در اینجا ما استفاده میکنیم a را بود، در اینجا ما استفاده میکنیم n را before words beginning with a vowel. میگن ما استفاده میکنیم ارتیکل نامعینی n را پیش از کلمه هایی که آغاز مییابند با صدانک، مثل an iguana, an artist. خب there are no articles for plural words. میگه برای کلمه های جمع یگان ارتیکلی نامعینی وجود ندارد. خب مثل peppers, iguanas, 3 books، مثل همین. خب look at the spelling rules on page 108. میگه برای طرز تلفظی قاعده تلفظ میتونیم به صفحه 108 مراجعه کنیم. خب در اینجا باشد تمرین ها هست، یکم بیش تمرین کنیم. خب circle the correct word، یعنی کلمه های درست را حلقه بکش، دایره بکش. مثلا در اینجا یک تشریح خودش کار کرده است a و n painting، در اینجا میشود a painting. برای چی؟ بخاطر که در اینجا همصدا است، همصدا یعنی کلمه با همصدا آغاز می‌یابد. insect در اینجا کلمه با صدانک آغاز می‌یابد، پس n را اختیار میکنیم، an insect. و کلمه orange نیز با n آغاز می‌یابد، an orange. و باز کلمه basketball خب دیگر با همزدا آغاز یافته است، a basketball. خب a basketball. و elephant در اینجا باشد an elephant. در این کلمه toy باشد a toy می شود، چون که با همصدا است a toy.
خب در اینجاش باشد an apple an apple an apple. خب shirt این با آغاز می یابد a shirt a shirt. فکر میکنم که فرقیات رو فهمیدین. فرقیات همین است که هر کلمه که با همصدا آغاز می یابد یعنی با کانسونانت پس ا میگیرد در اول و هر کلمه که با صداناب آغاز می یابد یعنی وول پس ان میگیرد ان. خب ان. خب که باشد در اینجا میگوید write a on write a an or یعنی تیره مونده یعنی هیچی. مقصد در بعض جاها a نویس، در بعض جاها n نویس، در بعض جاها هیچ چیز ننویس. خب ایگوانا an ایگوانا می شود an ایگوانا. خب an ایگوانا برای که کلمه با چی آغاز یافت؟ صدانا با آغاز یافت. two apples چیزی نمی نویسیم. painting در اینجا باشد a می نویسیم a painting. خب در اینجا باشد three books چیزی نمی نویسیم. small iguana در اینجا نیز a می نویسیم a small iguana. green apple در اینجا باشد a می نویسیم a green apple. six paintings در اینجا چیزی نمی نویسیم. an open book در اینجا خودش نوشته است. خب four iguanas یعنی 4 تا سوسمار چیزی نمی نویسیم. در اینجا باشد سیب یعنی an apple. خب awful paintings در اینجا نیز an می نویسیم. خب an awful painting. خب تمرین سه میگه count and write the plural and as add as or es. میگه حساب کن و شکل جمع رو نویس و پسوند s یا es رو علاوه کن. مثلا در اینجا 2 خانه است two houses. در اینجا 3 قطعه است three boxes. خب جمع کلمه boxes این خیلی نوشته میشه و در اینجا باشد 3 بنان است three bananas. photo یعنی 2 صورت است two photos. خب این خیلی جمع میشود two photos. و باش بوته میشود بوته یعنی گیاه. خب 3 گیاه هست یا 3 بوته بگیم three bashes. خب ساندویچ 4 دانه است four sandwich. خب در اینجا باشد 4 دانه پامیدور است بنویسیم four tomatoes. و اینجا باشد 2 تیره‌ای است two windows. خب
وقتی جدا کرده برای درس به پایان رسید. خب در اینجا درس امروز را خاتمه میبخشیم تا که زیاد نشود. از درس آینده دوام میدهیم از مشق چهارم. مشق چهار از همینجا دوام میدیم. خب این بود درس یکم از کتاب نیو گرامر تایم 2. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.